در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردند و گفتند که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید. زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش همین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی ببین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها، همه مؤمن ها نه. کدام مؤمن ها؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وی عرق می نوشد کجا دل وی نرم هست؟ وقتی وی عرق می نوشد کجا دل وی ترسان به سوی خداست؟ اگر وی از خدا می ترسید وی عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشید. و این خواهری که از ما التماس کردند که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنید مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل است توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت. این مولوی میگد ای کمپیر بدبخت، ای خدا زده ای که این دختری تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است. این تو وقتی طعنه میکنی روحی تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالو بلا، تو گفته بودید بله من بنده تو هستم. امروز چی شد؟ میگد مولوی که تنت در بستری شیطان چرا خوف؟ چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون موسفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است. تا جایی که دعا کنی در حقش که خوش به حالت دختر عزیز که این کاری خیلی خیر انجام دادی و خودت از همین دخترت عبرت گیری، از همین خواهر عبرت گیری. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی؟ کسانی که به خدا قسم به حرمت این قرآن مکرم و معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور که یک طایفه بنی تمیم میگفتند پیش پیغمبر خدا آمدند، پیش حضرت عایشه آمدند و در بدنشان لباسهای بی سترانه داشتند. عایشه صدیقه مادر مؤمنها زنها را شفاعت میکردگی، نه این کمپیری بدبخته، همان زنهای با ستر. عایشه چی گفتند؟ لم تؤمن امرأة بصورت نور من تلبس هذا. ایمان ندارد، گفت حضرت عایشه، همان زنی که این گونه لباس میپوشد آیا از سوره نور درک ندارد؟ آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. کسانی که با این سخنها پیرو میشن قسم به خدا آنها از شیطان دیده بدتر هستند. چون این نقل است اندر ساعت نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صدسنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدن. این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی، اونها به شهادت رسیدن، چه عذابها کشیدن.
تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی. نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنند، تو را اینها ملامت میکنند. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزند. ز هر سو میجکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موی سفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنند، اینها سگان هستند که میجکند، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو سطر تا کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارند مثل همون ظرف‌های که آب میگیرن سرپوشه ندارن، مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنن نه خورده میتوانند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنن که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا هست نه ایشان است نه شیخ است. این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با سطر گردد. پشیمان شو که چرا خواهری من بی سطر است. این ده پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تو بریده میکند.